به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، امیدوارم سلامت و سربلند و در پناه رحمت پروردگار جل و علا قرار داشته باشید. آبادی جامعه از آبادی دهات شروع می شود. دین مبین اسلام انسان ها و مسلمان ها را برای آبادی و آبادی دهات کارهای نیک، صدقه جاریه راهنمایی میکند و تشویق می نماید. هر یک درختی که شنانیده می شود، هر یک راهی که بنا می شود، مسجد، مکتب ها و دیگر ساختمان هایی که برای پیشرفت جامعه ساخته می شوند، همه اینها صدقه جاریه می باشند. مهمانی برنامه ما رئیس شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان استاد سید مکرم عبدالقادر زاده. خوش آمدید استاد گرامی به این برنامه. سلام باشید. در اول می‌خواستم ماهیت و جایگاه صدقه جاریه را میگفتید. به نام خداوند بی‌نهایت بخشنده و بی‌نهایت مهربان. صدقه جاریه یعنی چی؟ صدقه جاریه به مانند آب جاری که همیشه روان است، به مانند همین است. یعنی انسان هر نیکی انجام می‌دهد که از اون نیکی جمعیت و جامعه استفاده میکنند، یعنی مال شخصی نمیشود. بله. یعنی زیاد مردم از اون جمعیت از اون استفاده میکنن، اون رو این عمل رو میگوین چیز؟ صدقه جاریه. و صدقه جاریه حالا نماز اول دارد، نیت دارد، سلام دارد، با همین تمام است. حالا روزه هم نیت دارد و افطار دارد، با همین تمام است. اما صدقه جاریه وقتی که راه، باغ، یتیم خانه، مکتب، مسجد، هر جای جمعیتی وقتی که سهم میگذارد و قدری سهم گذاشته اش پروردگار برای اون اجر میدهد. این رو میگن صدقه جاریه. و این چی انسان حیات باشد برایش ثوابش میرسد، چی از این دنیا رحلت کند. و معنای دیگری صدقه جاریه این است که انسان از این دنیا قطع یا که محروم نمیشود، همیشه پیوسته با این دنیا و با نیکی های کردگیش همیشه پیوسته است و ثواب همیشه براش میرسد. حالا ببینید پیامبر علیه السلام میگویند که خیر الناس انفعهم للناس. بهترین انسان همون انسانی است که بهترین مسلمان همون انسانی است که منفعتش زیاد به دیگران میرسد. هر چقدر منفعت انسان به دیگران زیاد برسد، همون قدر ثواب برایش میرسد. حتی حدیث صحیح مشهوری است که میگوید که اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. وقتی که انسان فوت میکند، مرگ میآید، اعمال نامه‌اش پوشیده میشود. یعنی هیچ عملی انجام داده نمیتواند دیگر مگر سه چیز از او همیشه برایش میرسد. یکم یعنی چی؟ صدقه جاریه. حالا گفتیم راه، باغ، حالا دهاتا میبینیم که خیلی چی دهات چی شهر میبینیم که مردم دست جمعانه در کارهای خیر خیلی یعنی فعالانه در آبادکاری سهم میگذارن. این رو میگن صدقه جاریه. ولی همیشه ثواب اون چی هست چی نیست. حتی با روحی مادری گذاشتهش یا پدری گذاشتهش جای جمعیتی سهمی میگذارد، مسجد، مکتب، یتیم خانه، بیسایب خانه، پیرانسال خانه، هر جای جمعیتی سهم میگذارد و میگوید که پروردگار این صدقه جاریه ثوابش رو به مرحوم پدرم برسون. تمام. یعنی تو تمام لحظه و یعنی همه وقت از اجر و پاداش همیشه روان بر روحی اون پدر مرحومش که مادر مرحومش ثوابش میرسد و همیشه اون پدر یا که اون مادر از این فرزند خوشنود و خوشحال و روحش میبالد، حتی افتخار میکند، به این روح ارواح فخر میکند که فرزندی نیکی دارم که من رو به نیکی یاد میکند. این یک. دیم علمی که تعلیم میدهد. حالا این علم چی علمی دینی باشد، چی علمی که در زندگی انسان استفاده میکند. حالا فرض کردیم دوریدگری، آهنگری، راهسازی، بیناسازی، یا اینکه پخت و پز، کدبانوگری که نشان میدهد چند فرزندان دخترای خودش، اهل خانواده خودش یا دختر چند همسایه دیگر. حالا تو زمانی که این انسان ها هستن از این علمی یا که از این کسب و هنری که تعلیم دادگی هست شاگردان، به عدد شاگردو پروردگار برای این اجر میدهد. و دیگر صدقه جاریه که خیلی مهم و مفید است برای هر مسلمان، این فرزند صالح. حالا میگه که ولد صالح یدعو له. یکی از بهترین صدقه جاریه برای هر انسان این فرزند صالح است که بعد وفات پدرش یا چی در حیات بدن پدرش در حق پدرش چیست؟ دعای خیر برکت میگه. این یکی از بهترین صدقه جاریه است. سلامت باشید. آیا درخشاندن هم صدقه جاریه حسابیده میشود یا اینکه نه؟
حالا در حدیث اومدگی هست که درختی رو میشینانید، چی انسان چی حیوان، چی پرنده چی چرنده فرق نمیکند، از اون استفاده میکند به عدد اون انسان ثواب میگیرد. حالا یک قصه رمزی هست، اگر واقعیت هم نباشد رمزی هست، حالا بگذار بگویم. یعنی میگویند که یک زنده دل راه میرفت زیر یک درخت، کمی نفس راست میکرد، دم میگرفت، استراحت میکرد. پس بالای درخت خیلی پرنده های زیاده، یعنی صدا داشتن. بعد گوش کرد، گفت چی میگوین اینو؟ با همون بدردلیش گوش کرد که اون درخت، اون پرنده ها میگن پروردگار رو فلانی نام میگیرن، پروردگار رو فلانی رو رحمت مغفرت، جایش رو جنت، روحش شاد، یعنی فرزندانش رو نیکی و دیگر دعای خیر برکت میگن. این در حیرت میموند، میگوید که فلانی کی است؟ و قریبی اون درخت، این درخت در یک راه روی بود پیش که دیگر آدم‌ها پیاده و اسبکی و خرکی راه میرفتن و رفت اون محل گفت که فلانی کی است؟ فلانی خدا رحمتش کند بر وقت مردگی است، نبیرهاش هست یا که فرزندانش است. بعد گفت خواست که اون ثواب رو بگیرد. گفت که شما همون درخت به من بفروشید. گفت که او برای راهگذرا است که نفس راست میکنن، یک استراحت میکنن، یعنی دیگری میکنن، یک پیاله چایشون رو میگیرن مسافر رو در اونجا. درخت رو شما میخرید میبرید؟ گفت نه، نمیبرم، فقط بفروشید. میخرم، فقط میخرم. گفتن شاید این مغزش یعنی خلل دارد، درختی رو که نبرد چی میخرد؟ بعد یک پول و پیسه معینی سودا کردن و با فرزندان اون مرحوم پول و پیسه رو داد و رفت زیر اون درخت نشست. زیر اون درخت نشست، میگه دید که شنید که همه پرنده ها در حق همین عیناً مبلغ دادگی دامی که پروردگار این فلانی رو خیر برکت بده، اجر و پاداش زیادش بده، دیگرش بده. خرسند شد، خوشحال شد و دوام سفر رفت. وقتی که از سفر برگشت آمد، خواست که باز بشنود که در حقشون پرنده ها دعای خیر برکت میگوین. ولی دید که باز به همون انسانی اصلی که درخت شنوندگی است در حق اون دعا میکنن. یعنی به قدری مبلغی دادگیش دعا گفتن و این مبلغ تمام شد. و حالا ببینید که اصل یعنی چیز، انسانی که اون درخت رو شنونده است در حق او دعا میکنن. یعنی این اگر قصه رمزی هم باشد، واقعیت هم باشد یا نباشد، یعنی این معنی و با حقیقت واقعیت یعنی برابر است و واقعیت هم هست، حقیقت هم هست. وقتی که انسان هر نیکی رو میکند، هر بینوی، هر ساختمانی جمعیتی خیشتی، اگر یک خیشتی یا اینکه چند خیشتی یا چند سطل آبی یا برده تمیاگ رفته کار کرده باشد یا باغی یا راهی سهم گذاشتگی است، قدر اون سهمی گذاشتهش حتمی اجر و پاداش و خیر برکت می. حالا اون درخت گفتید اگر از اون درخت خو مردم از میوهش استفاده کنن یا اینکه از سایه‌اش استفاده کنن، حتمی اجر میرسد. سلامت باشید. ما میبینیم که جوانها زیادتر با حشر در دهات آبادی میکنند، تازگی رو پیش میبرند. شما نقش جوانان رو در آبادی دهات چگونه میبینید؟ البته خشو به حال این جوانایی که در این کارهای خیر سهم دارن. حالا قرآن میگوید که استعینوا بالله و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. میگوید شما در کارهای خیر دست جمعانه همکاری کنید، کمک کنید. چرا میگه در کارهای خیر دست جمعانه شریکی کار کنید؟ کارهای خیر رو یعنی بسیاری دست جمعانه انجام بدهید. و خاطری که فردا روز قیامت هر یک شریکی در اونجا 10 کس، 50 کس، 100 کسی که یک کار رو انجام میدادن، اینا میگن پروردگار رو فردا روز قیامت روز حساب است، روز حساب دهی است. پروردگار رو من این کاری نیک رو کردم، با من فلانی 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 یک ذکر میکند همه رو که اون با من شریک بود در این کار خیر. چرا اون رو ذکر میکند؟ ولی اون نجات دیگران میخواد یا نجات خود میخواد؟ نجات خودش میخواد که اون رو شهید میگیرد. برای همین خشو به حال انسانی که در کار خیر شهیدش میگیرن که فلانی هم در این کار خیر بود و حالا نجات این انسان و نجات اون انسانی که شهیدش میگیرن سبب نجاتی همون است. برای همین پروردگار میگه در کارهای خیر شما شریک باشید. جوانایی که در این کارهای خیر
حتی پیرونسولا هم که باشد بیاد هیبلی بگوید، بارکالله بگوید، یک دلبرداری کند، یک فرض کنیم یک چای بریزد برای اون مجموعه، برای این گروه، همه در ثواب چی هستند شریک می شوند و همه اجر و پاداش می گیرند و این سبب عزت و برکت سعادتشون در دنیا و آخرت می شود. یک مثال عادی، ما در زندگی هیچ وقت ندیدیم که انسان‌هایی که در آبادکاری، اینجا یک نقطه خیلی مهم است که اون آبادکار باید که روزگی پروردگار در نظر داشته باشد، نه یعنی خودنمایی و ریا و مردم چی میگویند در نظر نداشته باشد، فقط به خاطر خدا باشد کارش، برایش هم عزت دنیا و آخرت رو پروردگار عطا میکند. حالا ما ندیدیم هیچ آبادکاری که در زندگی ناکام شده باشد. حتمی آبادکار رو خانه‌اش، زندگیش، رزق روزیش، فرزندانش، همه‌اش یعنی با برکت می شوند. حالا ببینید در سوره کهف یک قصه ای که بزرگترین شخصیت های عصر زمان رو پروردگار امر میکند که بروید اون چرده‌والی، اون از یتیم مانده، از اون مردی صالح به یتیمانش مانده رو بنا کنید تا اینکه اون مال حلالی اون مردی صالح به یتیمان برسد. عبود کردن یک چرده‌والی رو به حضرت موسی علیه السلام و خضر علیه السلام پروردگار امر میکند، اونا میروند یک چرده‌والی یعنی چیز خراب شده رو آباد میکنند. برای همین باید که در حقیقت جوانان اگر میخواهند که زندگی با برکتی داشته باشند، خصوصا در پیری خار نشوند، در این کارهای آبادکاری همیشه سهمگذار باشند. دوستان زیادی از ناحیه همدانی زنگ زدن و التماس دعا کردن که برای تمام انسان‌هایی که سهم دارند در آبادی محل، در آبادی ناحیه دعای نیک کنید. از پروردگار من برای هر یکی اونها که در این آبادکاری حالا تماس از دهه سیومین آبادم به من زنگ زده بودن، من یک پیامی هم داده بودم. من از پروردگار برای همه اون صاحب کارهایی که همیشه در فکری آبادی هستند و در فکری کمک دیگران هستند، پروردگار همیشه در فکری کمک اونها باشد و پروردگار عزت و برکت و سعادتی ابدی و دارین رو نصیب روزیشون بگرداند و بدونند که هیچ. حالا ببینید پروردگار میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر مسلمان به مقدار ذره‌چه نیکی کند پروردگار اجر اون رو میدهد. حالا راه، باغ، ساختمان، مسجد، مکتب، یتیم خانه، هر جای جمعیتی وقتی که سهم میگذارن و کار خیری انجام میدهند، هیچ وقت این عملهای انجام داده اشون تباه و بیهوده نمی رود، حتمی اجر و پاداشش برایشون در دنیا و آخرت برمیگردد. و من از پروردگار عزت و سعادت و کامیابی های دائمی رو برایشون با دعا آرزو و تمنا میکنم. آمین. سلامت باشید استاد گرامی. موفق باشید. سپاس زیاد. فرصت طلایی است برای جنت و روزگی پروردگار جل و علا را به دست آوردن. پس بیننده عزیز، اگر میخواهیم جنت را آباد کنیم، باید در این دنیا خدمت کنیم و سهم گذاریم برای آبادی این دنیا و آخرتمان. سلامت و سربلند باشید، در پناه خداوند جل و علا بمانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.